اون چیزی که زیر اسلام، تعهدات اسلامی، تأثیرات اسلام در زندگی ما، خطبه‌ای که خونده شده، همه رو در نام عیسی مسیح باطل میکنه. باطل. این اقتدار رو دارید شما. باطل. هر لعنتی که از اسلام و از فرهنگ ایرانی، چیزایی که خودم حواسم نیست ولی از پدر مادر، از خانواده، ولی از تو نبوده، وارد رابطه من شده که نقش مرد چیه، نقش زن چیه، ازدواج چیه، همه اینا رو رد میکنم خودم، چون فقط میخوام تو، کلام تو، اراده تو زندگی من، تو ازدواج من انجام بشه. پس دور میریزم. یه نوع توبه است، توبه دور ریختنه. همه اونها رو رد میکنم، لعنت اسلام رو باطل میکنم و برکت مسیح رو میطلبم. امروز زیر اقتدار تو خداوند در تقدیس اعلام میکنم که تو خداوند من و خداوند خانواده من، خداوند ازدواج من تو هستی. سر خانواده تو هستی. اعلام بکنید سر خانواده تو هستی. سر من تو هستی. سر همسرم تو هستی. زل سوم این ازدواج تو هستی. حالا میخوام که روبروی هم زن شوهرها دست همدیگر رو بگیرید رو به هم. آمین. اونایی که تکی هستید برای همسرتون دعا کنید. اینجا نیست ولی به نشانش یک دونه دستتون رو بلند کنید. آره. یه دستتون رو قلبتون بگذارید که برای خودتونه. اون مسیح براتون شما دعا میکنه. اون دستی که رو قلبتونه مسیح داره برای شما دعا میکنه. دستی که رو آسمانه دارید برای همسرتون دعا میکنه. آمین. میخوام که اولی باطل کردن رو توضیح دادیم. چند تا نکته است که امروز میخوام دعا کنیم. یکی لعنت طرد شدگیه. تو بعضی از ازدواج‌های شما ممکنه پدر مادر دخالت کردن، به زور شما رو شوهر بردن، به زور این ازدواج با اونطور که می‌خواستید نبوده و شاید مدت‌ها فکر کنید اصلا ازدواج از خدا نبود، ما چرا این ازدواج کردیم؟ این اینطوری شد، اون اومد ما رو معرفی کرد، مامانم